اگه فقط یک داستان جنگی باشه که به نظرم همه باید حداقل یه بار شنیده باشنش، داستان اینه که چجوری یک گروه خیلی کوچیک از سربازای روسی از قلعه اوسویچ توی لهستان محافظت کردن. اونم با ضریب 1/70، یعنی تعداد سربازای آلمانی 70 برابر سربازای روس بود. این داستان در عین حال خیلی وحشتناک و الهام بخشه و بهتون تضمین میدم مثل هیچ کدوم از داستانهای جنگی که تا حالا شنیدین نیست. خب سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ اگر جدیدین باید بگم اسم من علیرضا، اینجا چنل خودتون لومینوله. من توی این چنل هر هفته جمعه ها پرونده‌های جنایی و معمایی و اینجور پرونده‌های جنگی و کلا هر چیزی که مربوط به جرم و جنایت یا مثلا جنگ و اینا باشه براتون میذارم. کلی پرونده جنایی توی چنل هست، فیلم جنایی کلی معرفی کردم و اگر به این موضوعات علاقه دارین خیلی خوشحال میشم همین الان چنل رو ساب کنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم ماجرای امروز رو شروع کنیم. اینجا لومینوله و این ماجرای ولادیمیر و ارتش مردگان. 1915 یک سرباز 21 ساله به اسم ولادیمیر کوتلینسکی داشت از بالای دیوارهای قلعه اوسویچ به بیرون نگاه میکرد و همون صحنه‌ای رو میدید که طی 6 ماه گذشته دیده. یک جنگل بزرگ باتلاقی که کل دورشون رو فرا گرفته بود و توی اون جنگل ده‌ها و شاید صدها سنگر سربازای آلمانی، سنگرهای فرو رفته‌ای که دور تا دورشون رو گرفته بود و به سربازای آلمانی اجازه میداد که موقع حملات اونجا قایم بشن و از خودشون دفاع کنن. کل دور تا دورشون این فرو رفتگی‌های زیگزاگی وجود داشت که طبیعتاً توسط سربازای آلمانی درست شده بود، توسط 7000 سرباز آلمانی. آلمانی‌ها حاضر بودن هر کاری بکنن که اون قلعه رو بگیرن. قلعه از نظر موقعیت استراتژیک عالی بود. دقیقاً کنار یه راه آهن بود و کنارش یک رودخونه و جاده اصلی هم وجود داشت و این امکانو به هر کسی که اونو داشت میداد که در اوج نقطه جنگی راحت بتونه مهمات و سربازاشو جابجا کنه. اما علیرغم همه تلاش‌های سربازای آلمانی توی 6 ماه گذشته موفق نشده بودن که اون قلعه رو از ولادیمیر و سربازای دیگه که جمعیتشون به 900 نفر میرسید بگیرن. اما صبح 3 آگوست 1915 اینجور به نظر اومد که جنگ به یک نقطه ثابتی رسیده. نه سربازای آلمانی دیگه حمله میکردن نه روسا بهشون حمله میکردن. هر دو طرف همینجوری توی موقعیتشون مونده بودن و در واقع چند هفته بود که جنگ اتفاق نیفتاده بود. انقدر که حوصله سربازای روس سر رفته بود و گاهی از درهای مخفی از قلعه خارج میشدن و میرفتن کنار رودخونه که با دست خالی ماهی بگیرن. اما اون روز صبح ولادیمیر توی یکی از اون حفره‌های نزدیک به قلعه، به نسبت نزدیک چون بازم 100 متر فاصله داشت باشون، حس کرد که یه اتفاق عجیبی داره میفته. چون از بالای قلعه داشت نگاه می‌کرد میتونست یکم توی حفره رو ببینه ولی نه کامل کفشو. چیزی که ولادیمیر دید این بود که یه سری سران آلمانی دور هم دیگه جمع شدن و با یک حالت اینجوری دارن به کف حفره نگاه میکنن و بعد از یه مدتی به بالا نگاه میکنن، دستشون رو انگار به بالا دارن تکون میدن و دوباره کف زمین رو نگاه میکنن که خیلی برای ولادیمیر عجیب بود. ولادیمیر هر چی نگاه میکرد متوجه نمیشد چه اتفاقی داره میفته. خیلی همین قضیه نگرانش کرده بود، اما با خودش میگفت اگر برم پیش بالاسریام و بهشون بگم افسرهای آلمانی وایسادن کف زمینی که من نمیتونم ببینم و نگاه میکنن، بعد به آسمونی که هر چی نگاه میکنم بازم چیزی توش نیست دست تکون میدم، یه جورایی خام و بی تجربه به نظر میاد. احتمالاً ممکنه توبیخ هم بکنن که چرا واسه همچین مسئله بی اهمیتی وقت ما رو گرفتی. و با خودش گفت الان چند هفته است که آلمانی‌ها به ما حمله نکردن و اتفاق خاصی نیفتاده، الانم که دارن کاری نمیکنن، پس نمیتونه قضیه خیلی مهمی باشه. برای همین از قلعه اومد پایین و رفت که با دوستاش وقت بگذرونه. 3 روز بعد از اون اتفاق 4 صبح وقتی سربازای روسی داشتن شیفت میدادن، دیدن که آسمون نزدیک جایی که آلمان ها حضور دارن یه جور عجیب به نظر میاد. چیزی که میدیدن این بود که انگار هوا موج برمیداره. دیدین وقتی که آفتاب و آتیش روشنه، بالای آتیش یه سری موج توی هوا هست، یه حالت اونجوری. اما نه اون موقع آتیشی روشن بود نه آفتابی وجود داشت. همینجوری که داشتن به اون هوای عجیب غریب نگاه میکردن، یه سری دیگه از سربازا هم صدا زدن که ببینن اونا میفهمن این چیه یا نه و بعد از یه مدت فهمیدن یک ابر خیلی بزرگ خاکستری به پهنای قلعه شونه که داره با سرعت بهشون نزدیک میشه. سربازا هیچ ایده‌ای نداشتن این ابر بزرگ چیه، واسه همینجوری فقط متعجب وایساده بودن و نگاش میکردن. اما خیلی زود متوجه شدن به محض اینکه این ابر به درخت یا سبززاری میرسه، اون درخت خیلی سریع خشک و سیاه میشه. تا این صحنه رو دیدن پنیک کردن و دویدن برن زنگ خطر رو به صدا در بیارن تا همه سربازای روسی آماده جنگ بشن. اما متوجه شدن که یک بوی شدید شیمیایی حس میکنن و همسنگریاشون دارن خیلی شدید سرفه میکنن.
مشخص شد اون رفتار عجیبی که ولادیمیر از افسرهای آلمانی دید آماده شدن برای حمله شیمیایی به قلعه اوسوویچ بود و وقتی به کف اون حفره نگاه می‌کردن در واقع داشتن به قوطی‌های گاز شیمیایی نگاه می‌کردن. وقتی دستشون رو می‌بردن بالا داشتن هوا رو چک می‌کردن که ببینن باد به اندازه کافی قوی هست یا نه. طی 3 روز بعدش باد اونجوری نبود که اونا می‌خواستن، اما 4 صبح 6 آگوست 1915 باد دقیقاً همونجوری بود که می‌خواستن و اون گازا رو رها کرده بودن. اون گاز شیمیایی خطرناکترین گازی بود که به دست بشر ساخته شده بود و از ترکیب کلور و بروم درست شده بود. کلور و بروم خودشون به تنهایی گازهای سمی ان، اما وقتی ترکیب میشن یه چیز وحشتناک میسازن و اون گاز به محض برخورد با رطوبت باش ترکیب میشه و کلوریدریک اسید درست میکنه. به این معنی که اگر کسی که ماسک نداره اونو بو کنه میره توی ریش، با رطوبت ریش ترکیب میشه و به معنای واقعی کلمه از درون ذوبش میکنه. اما فقط این نیست، چشم انسان، گوش انسان، دهن انسان پر از رطوبته. این گاز با اونها هم ترکیب میشه و سوراخ‌های وحشتناکی توی جمجمه ایجاد میکنه. همه اینا به این معنیه که این گاز قابل درمان نیست و به محض اینکه باش تماس پیدا کنین دیگه مرگتون حتمیه. اما به همین سادگی هم نیست. این گاز خیلی سریع آدما رو ذوب نمیکنه، از بینشون ببره. در واقع این فرآیند ذوب کردن و سوزوندن و ایجاد سوراخ‌ها خیلی کند و آروم آروم انجام میشه. تا اون زمان توی جنگ جهانی اول حمله شیمیایی اتفاق نیفتاده بود. برای همین ارتش روسیه سربازاشو به ماسک مجهز نکرده بود. ارتش آلمان کرده بود و میدونست که ارتش روسیه این کار نکرده. برای همین به محض رسیدن اون ابر بزرگ به قلعه هیچ کاری نبود که سربازای روسی بتونن انجام بدن و خیلی زود شروع کردن به خونریزی کردن از چشما و گوشا و دهنشون و سرفه‌های شدید، سرفه‌ای که باهاش تیکه‌هایی از ریه‌شون رو به بیرون پرت می‌کردن. خیلی از سربازا شروع کردن به درآوردن لباساشون، فرو کردنشون توی آب و بستنش دور صورتشون به خیال اینکه خودشون رو جلوی اون گاز محافظت کنن. اما روحشون هم خبر نداشت که اون گاز در واقع با رطوبت ترکیب میشه و این کار اوضاع رو 100 برابر بدتر میکنه. دیگه ارتش روسیه به معنای واقعی کلمه محکوم به فنا بود. کل اون گاز داخل قلعه رو گرفته بود و دور تا دور قلعه توسط سربازای آلمانی محاصره شده بود. ولادیمیر جزو اندک سربازایی بود که هنوز روپا بود. برای همین رفت سمت پنجره و بیرون رو نگاه کرد. دید سربازای آلمانی دارن میخندن و شلیک میکنن و میدونن سمت قلعه و میدونست فقط چند لحظه مونده که اونا به قلعه برسن و همشون رو قتل عام کنن. اما ولادیمیر با دیدن اون صحنه نه تنها احساس ترس یا ناراحتی نکرد، بلکه احساس یک انگیزه خیلی قوی کرد. با خودش گفت اگر قراره اونا بیان اینجا و ما رو قتل عام کنن و این قلعه رو از ما بگیرن و ما هیچ راه نجاتی نداریم، پس حداقل باید این کار رو تا جای ممکن براشون سخت کنیم. ولادیمیر توی 6 ماه گذشته شهرت خیلی خاصی به خاطر شجاع و نترس بودنش پیدا کرده بود. هر وقت حمله اتفاق میافتاد زودتر از همه تفنگش رو برمی‌داشت و توی خط اول حمله قرار می‌گرفت. یا وقتی توی حمله یکی از سربازا تیر می‌خورد و روی زمین میافتاد میدوید میرفت وسط میدون جنگ و اونو با خودش برمیگردون عقب. انگار برعکس همه انسان‌ها غریزه زنده موندن توش وجود نداشت. برای همین وقتی ولادیمیر اون صحنه رو دید که سربازای آلمانی دارن میدوئن میان سمتشون، پنجره رو ترک کرد، رفت توی حیاط اصلی، جایی که هنوز حدود 100 تا سرباز روسی روی پا بودن. همشون قرار بود بمیرن، مسموم شده بودن، فقط بحث زمان بود، اما هنوز روی پا بودن. رفت سمتشون و شروع کرد به انجام یه سخنرانی خیلی پرشور. ولادیمیر گفت این لحظه مهم زندگی ماست. هممون قراره بمیریم، اما کاری که الان میکنیم جوریه که ما رو به یاد میاره. و طوری این سخنرانی رو انجام داد که توجه اون 100 سربازی که در حال مرگ بودن و از چشم و دهنشون خون ریزی میکردن رو جلب کرد. بعد شروع کرد به توضیح دادن نقشش براشون. چند لحظه بعدش 100 سرباز روسی که ولادیمیر جلوشون وایساده بود در قلعه رو وا کردن و با تمام سرعتشون شروع کردن به دویدن سمت سربازای آلمانی. سربازای آلمانی کاملا شوکه شده بودن. اونا کاملا انتظار داشتن که این حمله شیمیایی همه روسا رو میکشه و قراره فقط برن سمت قلعه در رو وا کنن، کلی سرباز روسی مرده ببینن، قلعه رو بگیرن. اما وقتی دیدن سربازایی که سر و صورتشون پر خونه و دارن سرفه میکنن، با این سرعت دارن میدوئن میان سمتشون، به معنای واقعی کلمه داشتن سکته میکردن. اینقدر از دیدن اون صحنه ترسیده بودن که همشون همونجا تفنگشون رو انداختن و زمین رو شروع کردن به دویدن سمت سنگرشون. ولادیمیر و ارتشش همینجوری از پشت میدویدن دنبالشون و بهشون شلیک میکردن و وقتی هم مهمات خودشون تموم شد، همه اون تفنگایی که سربازای آلمانی انداخته بودن رو زمین رو برداشتن و بازم به شلیک کردن و دویدن به سمت هزاران سرباز آلمانی ادامه دادن. سربازای آلمانی اینقدر وحش از زده فرار کرده بودن که اصلا حواسشون به سیم خاردارای سنگر خودشون هم نبود. کلی سرباز آلمانی توی سیم خاردارای خودشون گیر کرده بودن و ولادیمیر و ارتشش با سرنیزه‌هاشون فرو می‌کردن توی بدنشون.
همونجوری که ولادیمیر داشت این کار رو انجام میداد، یکی از سربازای آلمانی بهش حمله کرد و سرنیزه‌اش رو فرو کرد توی شکم ولادیمیر. سرنیزه از پشتش زد بیرون. طبق نقل قول‌ها ولادیمیر یک نگاه به سرنیزه میکنه، یک نگاه به سرباز آلمانی و شروع میکنه به فریاد زدن توی صورت سرباز، جوری که خون و تیکه‌های ریش میپاشن توی صورتش. سرباز انقدر میترسه که تفنگو ول میکنه و فرار میکنه و ولادیمیر دوباره تفنگش رو میاره بالا و شروع میکنه به شلیک کردن. در عین ناباوری ولادیمیر و ارتش 100 نفرش تونستن توی اون جنگ ارتش آلمان رو شکست بدن، ارتشی که 70 برابر اونا تعدادش بود، به یک دلیل ساده، اونم این که سربازایی که برگشته بودن توی سنگر با چهره‌های وحشت زده به بقیه سربازا گفته بودن که اون گاز سمی سربازای روسی رو تبدیل به زامبی کرده، زامبیایی که قابل کشتن نیستن و خیلی وحشتناکن، برای همین هیچ کدومشون جرأت جنگیدن نداشتن. بعد از این اتفاق ولادیمیر به بقیه گفت برگردین داخل قلعه و وقتی رفتن داخل قلعه اونجا فرمان نهایی رو صادر کرد: قلعه رو نابود کنید. همه سربازهای روس از جمله ولادیمیر جون خودشون رو از دست دادن، اما وقتی چند روز بعدش سربازهای آلمانی رفتن سمت قلعه که اونجا رو بگیرن، وقتی درها رو باز کردن دیدن که کاملا داخل قلعه خراب شده و گرفتنش دیگه هیچ فایده‌ای نداره. ولادیمیر بعد از مرگش بالاترین نشان ارتش روسیه رو دریافت کرد و فداکاری‌های اون و 100 سرباز دیگه روس در کتاب‌ها و شعرها و مجسمه‌ها در سراسر کشور روسیه به خاطر سپرده شده. بچه‌ها این ماجرا اینجا تموم میشه. برای خود من به شخص خیلی ماجرای الهام بخش و جالبی بود و جدا از ناراحت کننده بودنش برای همه، یه ناراحت کننده دیگه برای من داره که ولادیمیر 21 سالش بود، منم 21 سالمه. ولی جدا از اینا حتما نظرتون راجع به این ماجرا توی کامنت ها برام بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید. یک بار دیگه میگم اسم من علیرضا، اینجا کانال خودتون لومینوله. من هر هفته از این ماجراها و پرونده‌های جنایی که کاملا بر اساس واقعیت هستن رو براتون تعریف میکنم و خوشحال میشم اگر به این موضوعات علاقه دارین چنلمو ساب کنید. و در آخر مراقب خودتون باشین، سعی کنین تا ویدیوی بعدی کشته نشین و خدا نگهدار.